هیچی حال ندارم. ببخشید ما هم دیگه گرفتار بودیم. میره الان میره. ایگام زن کن کفیاتی زن کن زن میکنه میره. چلت برید اون ور. دیگه بالاخره زندگی سختی ها خودش هم داره. سلام خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که ویدیوی ما رو تماشا کنید و کانال ما رو دنبال کنید. اومدیم ببینیم این خانم حالش چطوره، در چه وضعیتی هستن. یه مقداری هم وسیله من آوردم براشون، یه مقداری هم من وسیله آوردم براشون. ببینیم حالا کم کم بازم مادر اینجا نیست. مادر جان یعنی چی؟ مادر تو رفت. وسیله عروسک چیزی هم نیست. یعنی چی؟ کنه اتفاقی افتاد براش. ایشون همه گید کجا رفت؟ اینجا هم که اصلا کسی نیست. مادر یعنی چی؟ کسی هم اینجا نیست. مادر جان یعنی چی؟ مادر جان کجا میتونم؟ مادر جان من اونجا صبح تا را دارم دنبالتون میگردم. سلام خسته نباشید. قربان. آره من خیلی وقت اومدم اونجا داشتم دنبالتون میگشتم. گفتن شاید اتفاقی افتاد براتون نبودید اونجا. نه اون جان خونه بیدومه میریه بنده خدا یه کبریتی دارم. خب من یه مقدار وسیله هر چیزی در توانم بود آوردم براتون. یه بطری آبیه، اینم وسیله برات چایی و زیرانداز و یه مقدارم نون و خوراکی گذاشتم داخلش. حالا بازشون کنیم ببینید به کارت میان. خواهش میکنم. ببخشید ما هم دیگه گرفتار بودیم. حالا این وسیله ها رو هم جور کردیم آوردیم براتون. یه زیراندازی و مقدار وسیله آوردیم. دیگه خبری نشد از روستاتون؟ نه بس شده دیگه بس به هستن دردی که اصلا حال ندارم. ناراحت نباشید مادر. قرص سردرد. حالا من نمیدونستم، اطلاع نداشتم. گوشی تلفن همراه نداری نه؟ نه ندارم، یکی داشتم داخل همون نونم چوه شوبی نونم. نه وسیله تو نه اونا دیگه آوار شدن نابود شدن. نه یه زیراندازه ناس لا چیزی که در توانمون بود.
البته به هیچ که هیچی نبودی هیچ سراغی و همون بچه هم نگرفتی؟ نه منم پرسیدم اونجا هم سراغ گرفتم براتون. کلا روستاتون یعنی زیر آوار نابود شده. دست در نکنه بازم می‌رسیدیم چیزی. زیر آوار نابود شده یعنی حالا بازم خدا رو شکر که اومدید بیرون از اونجا. دست در نکنه. کسی که مزاحمتون نشد نه؟ نه هیچ که بره یه بنده خدایی برای اومه بره در وجدان یه کبریتی بون یه کبریتی دارم ایتش روشن کنم لاقل یه جونوری یه چینه هم لون کنم. آره خوب کار کردید. حالا این هم روشن می‌بود. باد روشن میشه. این زنبیل اینو خورد کنید. این زنبیل اینجا بود. چاره‌ای ندارم نه سرپناهی دارم نه هیچی نه زنی خمکنم آواره منی بیابونی تران چه کنم درست میشه انشالله همه چی درست میشه. خدا بزرگه. مشکلی بسیم کشیم سبکنم داده به خوب رفت. حالا فعلا یه چند روز اینجا رو سر کنیم تا ببینیم چی میشه. دیگه ناراحت نباشید مادر جان. سی بچم خیلی ناراحتم. ناچی چیز موند به هون از زنده این فقط این عروسک یادگاری بچم. نالم چی میباسم کردم. می چطوری ترام از دنیام چطوری ترام تحمل کنم. منی بیابون منی خرابه. حالا انشالله که فعلا یه چند روز رو اینجا باشید تا ببینیم. لاقل اگر بچم ایدیام بچم ایرداشتون رینه ها به یه دیاری ایران دیگه یه شهری یه جایی یه کاری حالی سیخ میشه. حالا شما کسی آشنای چیزی ندارید برید پیشش؟ نه پرمچی ندارم من یه جایده بیام آواره و بیام اومه میره ایره هم هیچی هم بدبخت آواره بوده هم هون زندگی نگاندم خراب کرده. خدا بزرگه خدا بزرگه. حالا یکم غذا چی بخورید. چند روز چیزی نخورید. ببخشید ما هم دیگه هر چیزی در توانمون بود آوردیم براتون. حالا تا بریم جلوتر. من خودم هم دانشجو هستم یعنی از پس ما خارج خودم هم بر نمیام وگرنه بیشتر بهتون کمک میکردم. خواهش میکنیم. حالا یه کاری که بچم بسیم بجوری. حالا انشالله حالا منم هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. بله بفرمایید. چیه داخل قا؟ چیه؟ بله بفرمایید. چیه کنین رو؟ حاجی این خانم سرپناه نداشت آوردیمش اینجا. اما برادر فیلم چی کنی؟ صبر کن آقا صبر کنید. نه بران؟ یه لحظه صبر کنید آقا محترم. اما تو داری فیلم چی جوری؟ خب من الان این خانم آواره شده بگو خب ما جله داریم شد یه میری خب ببینید یه لحظه بذارید من صحبت کنم. ایگام برا بلنده چیز نام جله داریم ایگام. صبر کن این خانم آقا این خانم
این خانم سرپناه نداره، روساشونا بمبارون کردن اومدن اینجا. حیمان چه کردن؟ ما هونه بیاشتیم نیوم ایمنی با قارسن. اینم بچه‌ش الان معلوم نیست چه اتفاقی براش افتاده. تا 2 دقیقه زم نکردی و چوی زمان چه آقا. دیگه پاینا بیان رای نده. صبر کنید بذارید یه چند روز یه 2 روز 3 روز دیگه بمونی اینجا. زم کنید. چه کاره؟ خاله گان زم که بیا برادری که کاره نکنی. برای زده داریم. جده داریم بیاید الان این وسیله رو ببره کجا که شما آمدید اینجا. ما میخوان جده بیاریم دا. و ابل فایز آقا. جده تای پایین میگم زم کنی نه. آقا بیاید آقا زم که من خواهم زم کن آقا آمو زم کن. جده داریم میگم. صبر کنید آقا. چیزی داریم. صبر کنید باش. حالا وسیله‌اشو خراب نکنید الان میره. این خانم زنگ زده کلن خونه‌شونو بمبارون شده اومده اینجا. آقای محترم بیاین ور. الان میره. صبر کنید. مردم بیرحمی هستین شما. ما خودمون شواهد زانه داریم بخواستیم موسیقی سرزای ما خاصی. آقای محترم این خانم روستاشون و ابل فایما خمود زنگ زه بتری. مادر جان جمع کنید وسیلهاتون رو جمع کنید تا ما بریم. ولی نباید این کاره کنی. من گفتم این خانم امام مسلمان کوری. این خانم خودش آواره اصلا. نه جمع کن. الان میره. الان جمع آقای جمع الان میره. الان میره. الان میره. ایگام جمع کن. چرتیاتی انجام کن. آقا بیاید این طرف. بیاید این طرف. این چه رفتاری آقا؟ بیاین ور. الان جمع میکنه میره. چلت برید اون ور. زم که اموی تو کوره زم که بای گو برا تو خود کوره دیگه چی بیاد زای چی نازور بچنه. بیا بریم مادر جان. بیا جمع کنیم وسیله را. تمیز بذاریم. خیلی آدمای بیرحمی هستین. مادر جان بیا اینا من کمکتون بیارم. اینا بدید به من. بیا بریم. اینا بردارید. زم که رفوزای چوبه ایم برای ما جده داریم اینجا. من گفتم حداقل بذارید یه شب اینجا بمونه. یه شب اینجا ما خمویلی خواستیم بریم بی واسه. برید تا بریم مادر جان. 2 دقیقه رفتید و چوی کشم تو. برید. یه بارده نبینیم توی را. رک. نمیدونم اینا از کجا اومدن مادر. با هم باش تو درگیری که نیوی بینی آن دوباره خمه بلای و سر میبرن. بیا بریم تا بریم یه جای دیگه. هوا هم تاریک شده. میشه برم کورو. نذاشتنم حداقل یه لقمه غذای چیزی بخورید. تا بریم بیاید برید بشینید اونجا حداقل یه خورده غذا یه لقمه غذای چیزی بخورید تا بعد بریم ببینیم یه سرپناه یه چیزی براتون پیدا میشه یا نه. ببخشید مادر جان یعنی کلا وسیلهاتون هم خراب کردن اینا. نمیدونم والا چی بگم. منم جایی رو ندارم که بخوام بگم حداقل برید اونجا باشید. حالا فکر کنم بطری رو شکوندن. آره مثل این که آب ریخت کلا. حالا با همین مراقب باشید. با همین سر کنید تا صبح تا ببینیم فردا چی میشه.
خیلی انسان‌های بی‌رحمی هستن اینا. خدا بگم چی کارشون کنه. بیاید حالا بشینید اینجا. هیزم هم نیست این طرفا که جمع کنیم براتون آتیش روشن کنید. بفرما مادر اینم گیرانداز رو پهن کنیدم اینجا. ناراحت نباشید. درست میشم بچه، ناراحت نباشید. حالا اگه شد فردا یه چراغی براتون میارم، یه چراغ نفتی. اینجا هم خیلی خطرناکه تو این بیابون. حالا کم استراحت کنید تا بعد بریم یه سرپناه یه چیزی پیدا کنیم برات. ناراحت نباش مادر، درست میشم بچه انشالله. مادر ناراحت نباشید، خودتون رو ناراحت نکنید. بلند شید، حالا بلند شید یه لقمه غذا چیزی بخورید. یه لقمه غذا بخورید، ناراحت نباشید. دیگه بالاخره زندگی سختی ها خودش هم داره. بگنام عشق فنارم بچه ماما دستم سر فنا ماما دستم من بچه ماما دستم چه بگنام این بره بیابونم. ناراحت نباش مادر. بگنام بریم درخت دوشه و سر بیارم منی تاریکی. حالا من خودم سعی میکنم شب همینجا بمونم تا ببینیم تا فردا یه جایی، یه سرپناه، یه مکانی که حداقل کسی مزاحمتون نشه پیدا میکنیم براتون یا نه. حالا بعد بریم تا بریم اون طرف یه جایی، یه مقدار هیزم جمع کنید برای شب تا بریم اون طرف ببینیم هیزم چیزی هست برای شب حداقل. دیگه ناراحت نباشید مادر. بلند شید تا بریم یه مقدار هیزم تا هوا روشنه هیزم جمع کنیم برای شب. وسیله رو هم بذارم اینجا. تا بریم حالا یه طرفی برید تا ببینید هیزم یه چیزی پیدا میشه نمیشه.